گاهی زندگی ما رو در نقطه‌ای قرار میده که باید میان چند مسیر یکی رو انتخاب کنیم، ولی خودمونم میدونیم که هیچ راهی کامل نیست، هیچ تصمیمی هم بی نقص نیست. اما هر انتخاب یه بازتابی از آگاهی و احساس و امید ماست که در همون لحظه ما رو وامی داره که اون انتخاب رو داشته باشیم. ولی بعد از یه مدتی که از انتخابمون میگذره، اگر که اون انتخاب رو ما بر اساس معیارهای متفاوتی انتخاب کرده باشیم و فقط از احساساتمون و یا جنبه‌های باوریمون استفاده نکرده باشیم، ممکنه انتخاب خوبی باشه و زمان مصرف زیادی داشته باشه. ولی خیلی وقتا پیش میاد که ما از انتخابمون پشیمون میشیم و خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا من این انتخاب رو کردم. ولی این باعث نمیشه که ما بخوایم خودمون رو سرزنش کنیم. ما اگه حتی برگردیم عقب، قدر مسلم باز هم همون انتخاب رو داریم. اگر ما محیطمون تغییر نکنه، باورامون عوض نشه، آگاهیمون بالا نره، شرایط احساسیمون تغییر نکنه، باز هم همون انتخاب اول ماست. حالا چی کار کنیم که انتخابمون انتخابای خوبی باشه؟ البته قصد من این نیست که بگم ما از انتخابهای بدیمون واقعا باید شرمسار باشیم، نه. ولی مهم اینه که ما بتونیم در طول زمان انتخابهامون رو بهتر و بهتر کنیم. باید آگاهیمون رو ببریم بالا، باید باورامون رو سنگشور کنیم، باید سعی کنیم که از اطلاعات و تجربه های دیگران استفاده کنیم. من خودم آدمی بودم که یکی بهم میگفت تجربه این رو میگه، من همیشه میگفتم که من میخوام خودم تجربه کنم، ولی بهای سنگینی برای تجربه هم پرداخت کردم. ولی اگر ما بتونیم از تجربه های دیگران استفاده کنیم و بتونیم باورهای کهنمون رو به روز بیاریم و اعتقاداتمون رو با توجه به شرایط زندگیمون تنظیم کنیم، اون موقع خیلی چیزا فرق میکنه. اون موقع انتخابهای ما خیلی بهتر خواهد شد و باعث میشه که یک انتخاب رو ما برای همه عمرمون انتخاب میکنیم و هر بار که در مسیرش قرار میگیریم و هر بار که در اون داریم زندگی میکنیم، احساس شادی و لذت داریم. چند تا پیشنهاد دارم برای اینکه ما بتونیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم. اول اینکه باید ما سطح آگاهیمون رو نسبت به خودمون و محیطمون بالا ببریم. شرایط محیط رو بر روی انتخاباتمون بسنجیم. باورهایی رو که دیگه خیلی کهنه و قدیمی شدن و دیگه جواب نمیده برای زندگی در این زمان رو کم کم بذاریمشون زمین و اونها رو با باورهای جدید تعویض کنیم. الگو برداری کنیم از کسانی که مسیرهای خوبی رو رفتن، از کسانی که به اهداف خوبی رسیدن. بیایم روش رسیدن به هدفشون رو الگو برداری کنیم. نمیگم کپی برداری کنیم، الگو برداری کنیم. یعنی بیایم چیزهایی رو که خوب میپسندیم و با شرایط ما هماهنگه اونها رو برداریم و اون چیزهایی که ما از پسش بر نمیاییم و اصلا باورم نداریم بهش، اونها رو فراموش کنیم. و اینکه از کسی کمک بگیریم، از کسانی که تو این مسیر میتونن به ما کمک کنن کمک بگیریم. یادمون باشه برای باورامون، برای انتخاباتمون، برای رفتارهامون اصلا شرمنده نباشیم، چون در ساختن اونها هیچ کدومش ما
دخیل نبودیم، ولی در نوآوریشون، بازسازیشون و یا حتی ویران کردنشون میتونیم نقش خوبی رو بازی کنیم. اگر روزی در مقابل چند راه قرار گرفتی، شاید ندونی که کدوم مسیر موفقیته، اما اینو بدون، اون چیزی که حس درونی تو بهت میگه و شرایطی که محیط برای تو به تصویر میکشه، با صداقت و آگاهی میتونه کمکت کنه که تو راه خوبی رو برداری و یک تصمیم درست برداری و یک رفتار درست رو در زندگیت داشته باشی. اینو واقعا فراموش نکنیم که رفتارهای ما نتیجه باورهای ماست و باورهای ماست که انتخابهای ما رو شکل میدن و انتخابهای ما سرنوشت ما رو میسازن و بعد یه روزی ما میگیم عجب تقدیری بود. دوستان عزیز، اگر علاقه‌مند به یک همچین مباحثی هستید، خوشحال میشم که دنبال کنید، سابسکرایب کنید و برای من بنویسید که واقعا دوست دارید که این مباحث ادامه پیدا کنه یا نه. و همچنین من یه اطلاعات کوچکی در مورد خودم هم بدم که من در زمینه NLP مستر ترینر هستم و کمک میکنم که شما بتونید انگیزه های بهتری رو در ذهنتون در واقع روشن کنید و بتونید مسیرهای بهتری رو در زندگیتون پیدا کنید. اگر علاقه‌مند بودید با من در تماس باشید. خوشحال میشم که شما رو در کامنت ها حتما ببینم و 100% بهتون پاسخ خواهم داد. روز و روزگارتون عالی باشه.